به نام کیردگاری هفت افلاک، که پیدا کرد آدم از کف خاک. خداوندی که ذاتش بی زوال است، خیرت در وصف ذاتش گنگلال است. بعداً السلام علیکم پدران و مادران، برادران و خواهران و کل آن شخصانی که این لحظه صدای مرا میشنوید. از شما خواهش کرده می شود ویدیو رو به دیگر دوستانتان پهن کنید و زنگوله رو پخش کنید تا ثبت های نوی ما برای شما پیشکش گردد. میگوید مردی در آشخانه نشسته بود، پیر و کمپیر هم وارد شدن. معلوم بود که شرایط خوب نداشتن. مرد به پیر و کمپیر توجه میکرد. کمپیر به شوهرش گفت دلم آش میخواهد، به اندازه آش پول داری؟ موی سفید گفت این مراتب تنها شوربا خوریم، مراتب دیگر حتما آش خواهیم خورد، حالا پول آش را ندارم. مردی که در نزدیکی آنها نشسته بود و سخنرانی های پیر و کمپیر به گوشش می رسید خیلی غمگین گشت. سپس تلفنش را از جیبش برآورد و کمی سخنرانی کرد. سپس تلفن را بر روی میز گذاشت و با آوازی بلند گفت برای همه نشستگان از حساب من آش تقسیم شود. من فرزنددار شدم. به پیر و کمپیر هم آش آورده شد و آنها نیز نوش جان کردند، دعای خیر دادند. این حالت را میگوید مرد دیگری هم نظارت میکرد. از بین چند روز گذشت. روز نفر سومین مرد آش تقسیم کن را با دو فرزند کلان سالش میبیند. نزدش میرود و میگوید تو چند روز پیش در آشخانه برای صاحب فرزند شدنت آش تقسیم کردی، اما میبینم که فرزندان کلان داری. مرد گفت احوال و سخنرانی پیر و کمپیر را شنیدم. اگر تنها به آنها آش میگرفتم شاید به عزت نفسشان میرسیدم و آنها را غمگین میساختم. به خاطر نرنجیدن آنها برای تمام نشستگان آش تقسیم کردم. بله دوستان، در تقسیمات صدقه باید چنان رفتار کرد که به عزت نفس دیگری نرسید. صدقه برای شاد کردن است، نه برای غمگین ساختن. بله دوستان، با شما بودم بنده عبدالله. یکی شما را از برای الله پاک دوست می‌دارم. فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیو بنویسید. انشاءالله کوشش میکنیم که بهترین قصه ها را براتون پیشکش نماییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.